پیش از اینکه به آفریقا بیام خیلی به مرگ فکر نمی کردم. حالا طوری شده که نمیتونم فکر نکنم. اینجا ارواح مغز منو تسخیر کردن و شاید نقشه مرگم هم کشیدن. میخواد هرجور شده ترتیبی بده که من تصادف کنم. باید یه چند کلمه‌ای باش حرف بزنم. وقتی بدن انسان و اشباح به هم میرسن، مرگ هم حتما پشت سرش میاد. انگار یکی میکوبه پشت سرتو توی گوشت زمزمه میکنه. یه جوری میشه که وقتی صدای زمزمه قطع میشه باید نگران بشی. یعنی مرد چاقو به دست پیدا شده، چون ارواح طلب قربانی میکنن، طلب خون. بی‌تعارف باید بگم که اصلا وضع خوبی نیست. اسم من پیتر اون جونزه، کشیشم و از انگلیس اومدم و در این لحظه این دو نفر رو زن و شوهر اعلام میکنم. مراسم سنتی فقط راه امرار معاش من نیست، همه زندگیمه. هر گوشه این کره خاکی مردمی زندگی میکنن با آیین‌های مخصوص و حیرت آور خود. به همین خاطر زندگی عادی رو رها میکنم تا خود را وقف کشف این آیین‌های عجیب، غریب و گاه خطرناک کنم. میخوام ظرفیت و تحملم رو بسنجم و نیروهای ناشناخته رو تجربه کنم در این آیین‌ها. صبح بخیر. در این برنامه به زادگاه بشر امروزی سفر میکنم، آفریقا، قاره‌ای که در آن مرگ همیشه جایی همین نزدیکی است و مرده ها هیچ وقت شما را رها نمی‌کنند. در اولین قدم به قلب آفریقا میرم، به بوتسوانا، با این امید که کهن‌ترین آیین به جا مانده در جهان را از نزدیک ببینم. امیدوارم بتونم انسان‌هایی رو که ژن‌هاشون قدیمی‌ترین ژن در این کره خاکیه رو ببینم. مردان سمبوشمن در صحرای کالاهاری. محل سکونت آنها 300 کیلومتر با نزدیکترین نشانه‌های تمدن فاصله داره و تنها راه رسیدن بهشون تاکسی هواییه. بالاخره رسیدیم، داریم میریم. اسمش چی بود؟ قنزی. خب دارم میرم قنزی. اینم بهترین تاکسی بود که در زندگیم سوار شدم. اما با اینکه پرواز کردن رو دوست دارم، به خاطر کوچیکی هواپیما احساس کوفتگی و عدم امنیت میکنم. به باند فرود که نزدیک میشیم نگرانیم بیشتر میشه. ای وای. خب به سلامتی فرود اومدیم. میرم سمت تحویل بار و وارد ساختمان اصلی فرودگاه میشم. بعد هم که خروج از فرودگاه و ترافیک بزرگراه. تا چشم کار میکنه صحراست و ما به دنبال نشانی از دهکده بوشمن ها. ولی به مشکل برمیخوریم. جی پی اس هم در همچین جایی فایده چندانی نداره. ظاهرا خیلی از مردمان بوشمن هم صحرا رو رها کردن و به شهر رفتن. بیاین! ممکنه اصلا کسی نمونده باشه که آینه کهنشون رو به جا بیاره. اما پس از چندین ساعت بالاخره پیداشون میشه. مردم پرآوازه بوشمن. امیدوارم هنوز چیزایی از شیوه قدیمی زندگیشون مونده باشه، به خصوص رقص و خلسه‌ای که این همه راهو برای دیدنش اومدن. چند نفر از زنان دهکده به طرف بوته‌زار میرن که چیزی برای خوردن پیدا کنن و منم همراهشون میرم.